سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. به اولین ویدیو کانال سلامتی نو خوش اومدید. ما تو این کانال قصد داریم که به روزترین اطلاعات درباره حوزه سلامتی با شما به اشتراک بذاریم. اولین ویدیو با 5 تا نکته درباره اهمیت میزان آب بدن هستش که در ادامه بهش میپردازیم. بریم که داشته باشیم. حالا یه سوال پیش میاد. قبل از اینکه به اون 5 نکات اصلی برسیم باید بگم که چرا من این موضوع به عنوان اولین ویدیو کانال خودم انتخاب کردم. چون که 60% وزن بدن ما رو آب تشکیل داده. پس از اهمیت این موضوع میشه بیشتر یاد کرد. نکته 1: تقویت عملکرد مغز. مغزم مثل بقیه اعضای بدن انسان نیاز به آب داره تا سطح انرژیش بره بالا و اینکه تمرکزش رو بالاتر ببره. اگر میزان آب در مغز کم باشه باعث سردرد و خستگی ذهن میشه. پس نکته اول برای تقویت عملکرد مغز و تمرکز. نکته دوم: سلامت پوست. همونجور که میدونی پوست انسان نیاز به آبرسانی داره تا شفافتر و سالمتر و نرمتر به نظر برسه. اگر آب کافی به پوست نرسه باعث خشکی پوست، کاهش شفافیت پوست میشه و همینطور چون که آب باعث سم‌زدایی میشه ممکنه که باعث افزایش جوش و مشکلات پوستی هم بشه. پس دومین مورد سلامت پوسته. و یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که اینها دلیل شفاف بودن و صاف بودن پوست کره به دلیل مصرف زیاد آب، البته آب ولرم هستش که اونم باید به صورت صحیح مصرف بشه که در ادامه ویدیو بهش میپردازم. عملکرد قلب و کلیه. تو این بحث برای حفظ سلامت قلب باید جریان خون بالا بره. برای اینکه جریان خونم بالا بره ما نیاز به مصرف آب داریم. و تو بحث کلیه هم همونجور که میدونید کلیه وظیفه دفع مواد زائد و سموم داره. خب برای اینکه این مواد سموم و زائد از بدن خارج بشه نیاز به آب داره، آب کافی، که اگر آب کافی به بدن نرسه باعث بیماری‌هایی مثل سنگ کلیه میشه. چهارمین مورد که مخصوص ورزشکاراست باید بگم که آب روی سلامت مفاصل و مایچه هم خیلی تاثیرگذاره. جلوگیری از گرفتگی عضلات و همچنین باعث افزایش انعطاف پذیری بدن و همچنین باعث ریکاوری سریع بدن میشه که توی ورزشکارا میبینی که بعد از اینکه ورزش میکنن یا آب درمانی میکنن یا استخر میرن یا موقع ورزش آب مینوشن تا عضلاتشون گرفته نشه. پس این نکته هم بسیار مهمه. و نکته پنجم که فکر میکنم بخش مورد علاقه بانوان هستش، بخش کاهش وزن و کنترل اشتها، که شما باید با مصرف صحیح آب قبل از وعده‌های غذایی میتونید باعث کاهش اشتها و کنترل وزنتون بشید. چون آب کالری نداره میتونه جایگزین بسیاری از نوشیدنی‌ها باشه، ولی دارم میگم در زمان درستش که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خب این ویدیو هم به پایان رسید. ما در ویدیو بعد قصد داریم که درباره بهترین زمانبندی مصرف آب و میزان آب با هم صحبت کنیم و باهاتون به اشتراک بذاریم که اطلاعاتتون درباره سلامتی خودتون و عزیزانتون بالا بره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که هم لایک کنید همین که ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از شما.